گزارشگری مطبوعات با این عکس شروع میکنیم. خب عکس خوبی نیست دیگه. حامد غلامی از ایران عکس رو گرفته. حالا ما در تلویزیون داریم برنامه اجرا میکنیم، عکس تلویزیونی که گل‌آلودی از سر و روش میباره و از پس سیلاب به این روز رسیده. اگر دیگه اون هموطنمون تلویزیون نداره، امیدوارم در تلفن همراه بتونه ما رو ببینه. با این عکس این سوژه رو شروع کردم. همشهری گزارش اختصاصی داره به قلم خانم فهیمه طباطبایی، جدال آب و زندگی. آبی که قراره هر جا باشه آبادانی بیاره، بر رنج این مردمان هموطن افسوده در مقام سیلاب دیگه حرف از آبادانی نیست، ویران کرده. با وجود گذشت 5 روز از سیل سیستان و بلوچستان هنوز امکانات بسیاری به نقاط سیل زده نرسیده. حدود 500 روستا گرفتار، بله نزدیک 500 روستا گرفتار سیلاب بودن. یکی از مصاحبه شونده ها میگه که از بی سرپناهی گله‌ای ندارم، بالاخره سیل اومده بی سرپناه شدیم. از این میترسم یادشون بره ما رو. همین خاطر میگم من رسانه‌ای و همکارانم مدام باید پیگیر باشیم. این مردم نجیب و صبور. خلیل یکیه که تو این سیل دامشو از دست داده، 20 تا دونه بز داشته، 15 تاش مردن. میگه الله تعالی شکر که بدنم سالمه، دست و پاهم سالمه، میرم کار میکنم، بزام ولد میکنن، هرچی از دست رفته جبران میشه. الله تعالی شکر، بازم شکر میکنه. 41 ساله که از انقلاب گذشته و یکی از شعارها عدالت بوده. من متوجهم که شاید دقیق نشه همه رو عادلانه امکانات رو تقسیم کرد، ولی این حد شکاف عدالتی برای برخی از مناطق کشورمون و حالا در این سوژه سیستان و بلوچستان اصلا منطقی و عادلانه نیست. دیروز شورای شهر تهران بودجه تصویب کرد کمک کنه به سیستان و بلوچستان. ارزی داشتم تکرار میکنم، چرا ماهی میدیم؟ ماهیگیری یاد بدیم، این هموطنا رو توانمند بکنیم. این حد تفاوت امکانات اصلا منصفانه نیست. اینا آخر قناعت و شکرگزاری و صبوری و نجابتن.